همین در گرد آفتاب با سرعت 18,000 کیلومتر ساعت چرخ میزنه. ای کجا میدونید که آفتاب با تمام سیستمش در گرد کهکشان با سرعت 720,000 کیلومتر در ساعت چرخ میزنه. این قدر نوش نعمت در روی زمین کی خلق کرد؟ این قدر حیوانات، بعضیش میخوری، بعضیش سواری میکنی، بعضیش پوست میکنی، پوستین میکنی استفاده میبری. اوخی یک گندمک همه پرتای خدای تو را 700 دانت میته یک گندمک. یک درخته که میشنونی میوهش هم میخوری. این همه این نوش نعمت کی در روی زمین وضع کرده است؟ به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و نشهد ان محمدا عبده و رسوله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از نام حضار محترم، از نام عزیزایی که در این محفل خیر شرکت دارند، برادرمان شهباز جان اهل خاندان شد به این توی ازدواج که الحمدلله طبق سنت دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم برگزار گشته ایستاده است، تبریک و تهنیت میگوییم و از درگاه خداوند متعال مسئلتی ها را داریم که پروردگار بین این دو جوان، یعنی که بین شهباز جان و اویلش، الفت و مودت و محبت اسلامی واقعی را برقرار سازد. خداوند از دامنش و فرزندای خوب و صالح و عالم و قاری و محب به دنیا بیارد. پروردگار بزرگ همین توی محفل های نکاحی را که به دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم برگزار میگردند، سبب ریشه کن شدن فسق و فساد و حرام و زنا در جامعه قرار دهد. سبب زیاد شدن فرزندای حلال زاده و جامعه ساز گرداند. پروردگار جوانایی را که در این محفل خیر شرکت دارند، حالی نو انشالله به زن نشیدگی‌اند، شاید اکثرش ازدواج هم نکرده باشند، به همه خیر روزای سعادت و خوشبختی روزی توی نکاحیشون برسانند. آمین یا رب العالمین. واقعا محفل خیر است. در چنین محفل شرکت کنیم. اگر یگان حدیثی را از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم به طریق نصیحت نگوییم، هم در حق صاحبخانه جور می شود، هم در حق خدمت. انشالله یک حدیثی را از احادیث که درباره پیامبر صلی الله علیه و سلم با اندک شرح توضیحات تقدیم شرکت کنندگان محترم این مجلس میکنیم. بعدا انشالله رشته سخن به قاری محترم میکنیم. حضرت انس ابن مالک صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم. ببینید مسلمان ها چنان دوستش میدونن که همین معرکه در ششتم دیدیم که یک از زنگ زد، همین ابتدایی نمی سرشایی معرکه بود، کسی تلفن کرد ای طرفای خوجم به دیمان میکنم، لحجهشو به همه شباهت داشت. سوال کرد که دوملا همین انس ابن مالک مادرش چنان داشت؟ شاید یکان کودکک شده است از خاطر تبرک نام همین مادر یعنی انس ابن مالک هم میگذارن. شیر رزن ببینه که فرزند چنان تربیت کرد، خودش چنان خدمت پیغمبر کرد که مسلمان ها بعد گذشتن 1400 سال نامش سراغ میکنن که در فرزنداشو بگذارن، زندگی باید نمیخیل شود. حقیقتا شیر مردو از شیر زنو میشود. و این انس ابن مالک هم یک شیر بچه بداخل. وقتی حضرت صلی الله علیه و سلم به شهر یثریب آمد، یثریبی که به شرافت قدوم پیامبر صلی الله علیه و سلم مدینه منوره شد، مدینه الرسول شد. مادر انس ابن مالک رمیسا ام سلیم هیچی نداشت است که پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم بیارد تقدیم کند. مال و حال هیچی نداشت. به شوهرش ابو طلحه گفت همین پسرچه من انس اگو بر نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم بگو که همین در خدمت حضرت، همین خدمتی ترا بکنه. میگه ابو طلحه هم دستی انس خردسال گرفت و آورد، گفت یا رسول الله ام سلیم همین پسرچه کلانیش همین را فرستاد که همین خدمتی ترا کنه. و 10 سال تا وقت حضرت صلی الله علیه و سلم در قید حیات بود، انس خدمت رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. چه خدمت
و یک روزی را حضرت صلی الله علیه و سلم نگفت یا انس چرا فلان کار را انجام ندادی؟ یا انس چرا فلان کار را عقلکی کردی ای پیش خودت کردی؟ سبحان الله، طرفه خودیم طرفه مخدوم. بچه را قطعی اتش جنجال میشوه، 100 بار بچه هم طعنه میزنیم که خونه با چی به گپ گوش نکردی، چی به این کار نکردی، یا چی به این کار برعکس کردی. خدمت ببینه که 10 سال خدمت کرده است جوانک، با یک روزی را میگه حضرت صلی الله علیه و سلم یگان ایتابش نکرده است که یا انس چرا فلان کار نکردی، یا چرا فلان کار به گفته من نکردی. همه حضرت حدیثی را روایت میکند که حدیث در سنن امام نسائی که بعد صحیحین از روی صحت در جای سیم است آورده است. میگه نهینا فی القرآن ان نسأل رسول الله صلی الله علیه و سلم عن شیء. خداوند میگه ما را در قرآن عظیم شان از سؤال زیاد کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم باز میداشت. من کرد همین قدر محبت داشتن که حضرت نمیگفت سوال بتید، در جایی که میدیدنش می اومدن سوال سر میشید، سوال بریدن میگرفت. کار به حد اومد که حضرت خداوندی در قرآن نهیشو کرد، گفت یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ای کسایی که ایمان به خدا و روز قیامت داره، از مسئله هایی که اگر مبادا بر شما خداوند همون مسئله ها را فرض بگردانه از عهدش نمیبرویه، یا که مقصد که شاید که ملال شوه، شاید برای تو مشکل بغلطه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال نکنه. و این تسألوا عنه حین ینزل القرآن تبد لکم. اگر در همین زمانایی که حالی وحی قرآن با پیغمبر میآید، وحی قطع شدگی نیست، شما اگر سوالا را همین من جمله همین خیلی زیاد آدم بگیره، خداوند وقتی ذوق و مراق شما را دید بر شما فرضش میگردونه. حضرت صلی الله علیه و سلم در ماه شریف رمضان 3 شب برخواست نماز تراویح خوند. 3 شب ایقافاش اقتدا میکردن مردم، به حد به شوق رغبت الک در 3 بارش دیگه در کوچه ها حتی جا نمونده بود، کوچه ها پری آدم شده بود. حضرت صلی الله علیه و سلم دیگه نبرومد. وقتی که روزانه مردم تا سر ایستاده بودن منتظر، سوالش کردن که یا رسول الله آخه ما منتظر بودیم برای چی نبرومدی خطیبون نماز تراویح بخونی؟ حضرت گفت لم یمنعنی من الخروج الیکم الا انی خشیت ان تفرض علیکم. با او خاطر من پیش شما نبرومدم که این میل رغبت و محبت شما را دیدم به این نماز، خوف بردم که یکی خدای تعالی همین رغبت شما را دیده همین نماز تراویح فرض نگردونه. هستن کسایی که همین 5 نماز براش زور میآید، 5 نماز خدا را در وقتش نمیخونن. ای 30 روز 20 رکعت نماز اگر فرض بگردونه، این وای به حال این مردم که چی میشید احوال شو. ای همون خاطر حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که دیگه من نبرومدم در خونه نمازم. یعنی که خدای تعالی وقتی که میدید که بنده ها یک کاری را به رغبت به شوق انجام میتن، حال پیغمبر که در بینشان بود قرآن نازل میشد بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم، امکان داشت که او را فرض شو بگردونه. برای مسلمانان را من کرد که بسیار سوال نتین، اما تشنه سوال بدن. او یا رسول زنده در بینشون باشه، دلشون گم میزد که سوال کنن. و حضرت انس میگه فکان یعجبنا ان یجیء الرجل العاقل من اهل البادیه فیسأله. همین خیلی میل داشتیم، آرزو داشتیم که ای کاش که یک نفر از عربهای بدوی، از مردم بادیه بیاید، یعنی کسایی که ولی مسلمان نشیدید، حضرت سوال کنن ما استفاده ببریم. ما جرأت نمیکردیم دیگه سوال کنیم، اما یک کسی دیگر می اومد یگون آدم غیر، اون مردم بدوی او قدر ادب اخلاق هم نداشتن، آخر اونا سوال کنن ما استفاده ببریم. حضرت میگه دعا پیش خداوند اجابت شد. فجاء رجل من اهل البادیه. یک روز یک بدوی اومد، میگه یک شخص از اهل بادیه، همین میگه در این مسجد رو اومد و با صدای بلند گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم آتانا رسولک فاخبرنا
انک تزعم ان الله عز وجل ارسلک. همین و چی خیلی بگیم که ایتا آداب معاشرت نداشتن. مسلمان می اومد یا رسول الله اجازت هست که سوال بتم تا با یک مقصد آداب خلق اطوار خشوع، اما این اوتری عادت نداشتن. همین دهانی در مسجد بود که ای محمد صلی الله علیه و سلم، یک نفر از نماینده‌های که نزد ما اومد، قبیله ما اومد، میگه که تو گویا دعوا میکرده که خداوند تو را به پیامبری مبعوث کرده است، آیا راست است؟ حضرت گفت صدق، گفت راست است. میگه پرسید که فمن خلق السما، مادام که پیغمبر خدا باشی، گفتم یا دیوالا که اندک برداری اگر بالاش هم محکم کنم پایه که نداشته باشه نمیسته. همون آسمونه که به یک ستون پایه هست با این بزرگی، این آسمونه کی خلق کرده است؟ حضرت صلی الله علیه و سلم در جواب گفت الله، آسمون الله خلق کرده. گفت فمن خلق الارض، این زمین پهناور را کی خلق کرده است؟ حضرت گفت الله. با سؤال کرد فمن نصب فیها الجبال، در روی زمین اینقدر کوه را کی نصب کرده است؟ این کوهایی که مقصد بعضش پست و بعضش بلند به هم دیگر چسبیدگی هستند، قطار کوه، اینا را کی در روی زمین نصب کرد؟ حضرت گفت الله. گفت فمن جعل فیها المنافع، اینقدر نوش نعمت در روی زمین کی خلق کرد؟ اینقدر حیوانا، بعضش میخوری، بعضش سواری میکنی، بعضش پوست میکنی، پوستین میکنی استفاده میبری. اوخی یک گندمک همه پرتای خدای تعالی 700 دانت میته یک گندمک، یک درخته که میشنونی میوهش هم میخوری. این همه این نوش نعمت کی در روی زمین وضع کرده است؟ حضرت گفت الله. باز قسمش داد فبالذی خلق السماء والارض وجعل فيها المنافع ونصب فيها الجبال الله ارسلک، به همون خدایی که آسمان ها و زمین ها را خلق کرده است، به همون خدایی که در روی زمین اینقدر روش نعمت وافر آفریده است، به همون خدایی که کوه ها را نصب کرده است در روی زمین، ترا قسم میتم آیا حقیقتا الله ذوالجلال ترا به پیامبری مبعوث کرده است؟ حضرت گفت نعم، آره. خست گواهی داد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. گواهی میتم که واقعا خداوند یک و یگانه است و تو رسول برحقش است. اگه تصور کنید این واقعا در عصر هفتم میلادی شدگی، اینا 1400 سال پیش، در زمانی که ولی مردم هیچ چیز نمیدونستن، خاصتا یا اعرابیه که بدوی است از بادیه اومده است، عقلش جوره نمیده، او بیچاره بی سرش هم برداره آسمان نگاه میکنه. پس کجا میدونه که این آسمان چقدر بزرگه؟ یه بچه در عصر 21 زندگی کرده استیم، سیاره های کشف میشوه که میگن که مسافه بین زمین تا همون سیاره 300-400 هزار ساله راه به سرعت نوره. میفهمه؟ حالی انسانیت یگان پریبار کشف نکرده است که به سرعت نور حرکت کنه. اگر بیل فرضی همون طریق هم که کنه، یعنی که امکان ندارد انسانیت در هیچ عصر و زمان امور را بآموزد. معنای گپ اینا میای. وقتی در عصر 21 زندگی میکنیم، به حد کائنات کشاد و وسیعی که خود همه استرونوما میگن که فضا بیکرانه، آخر نداره. در صورتی که همه میدونیم الحمدلله که غیر ذات پروردگار همه چیز کرانه داره، همه چیز محدوده، اما به حد کلانه که دیگه عقلشون نمیگیره. همه ای با آسمان دنیا های، حالی و آسمان دیگه‌مش در کجا باشه و فاصله او چند باشه، آسمان سیمش کجا باشه و چخیل باشه. آخه اینا دیگه انسانیت عاجزه، تسلیم شدگیان، دستی تسلیم برداشتگیان که این چیزا رو حقیقتا عقل ما نمیگیره و نمیفهمه. سبحان الله. وای به حال
همون انسانی که همه چیزا را دیده بود با یگانگی پروردگار ایمان داشته باشه بود و پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم ایمان نیاورد. اینا ببینید حضرت شیخ عطار یک قصه داره، میگه یکی بیننده معروف بودی که ارواحش همه مکشوف بودی. یک شخص به دست همین از زمره همون کسایی بود که کشف القبور میکردین، با ارواح ها معامله میکردین، مقصد که همیشه در کنتکت میشیدین. دمیگر بر سر گوری رسیدی، بر آن گور آن چی می رفتی بدیدی. بزرگ امتحان کرد خوردش، به قبر عمر خیام بردش. یا شخص دست شمه گیره همون رو سر قبر حضرت عمر خیام میبره. بدو گفتا چی میبینی در این خاک، مرا آگه کنه بیننده پاک. گفت کنیگه که همین قبری کی باشه، چه آدم های؟ جوابش داد آن مردی گرامی که این مرد است اندر ناتمامی. ای گفت کسی هسته کامل نیسته، این انسان کامل شدگی نیسته. انسان کامل در اصطلاح عارفا همون سوپرمن. همون سوپرمن اصلا اروپایی از اسلام، از عرفان اسلامی گرفتنش. این اصلا همه از عرفان اسلام های سوپرمن. فقط در اینجا سوپرمن به معنای روحانی می آید. شخصی که صاحب کرامات های خدای تعالی مقصد که درجهش داده است، کرامتش داده است، اما اونا گرفتن همین را جسمانی کردن، هم سوپرمن ها شدن. ولی در کینوشو میگیرن کو همین ایده را فریدریخ نیتشه ای ادبیات ما دزدیدگیه همون سوپرمن. میگه که این انسانی کامل نبود، با او درجه رسیدگی نبود. مقصد بر آن درگاه چه روی آورده بوده است، مگر دعوای دانش کرده بوده است. عمر خیام فیلسوف بود، ستاره شناس بود، ولی همون یک تقویم نوروزنامه که در زمان جلال الدین ملکشاه سلجوقی ترتیب دادن، ای همون تقویم حتی اروپایی ها گرفتن. ولی همین گریگریانسکی کلندر خود داریم، همین در زمان پاپا گریگوری شدگی های پاپا گریگوری ای همون نوروزنامه کم کم دزدی کرده، گفت که همین را ترتیب بتین، اینا در بین اروپایی ها رایج شد. امروز به همون کلندر یوم ما هم عمل میکنیم. کلندر اساسی در اسلام کلندر موقتی های. این همین در زمان همین جلال الدین ملکشاه سلجوقی که وزیرش نظام الملک وزیر بود، شخصیتی بزرگ، به خاطر آن که همین عمیق سال معین کنن، اینا برای کشت کار و دیگر علما را از هر سه دعوت کردند، زیچ آفتاب آموختند. زیچ آموختند، یک تقویم را با نام نوروزنامه ترتیب دادن. 12 ماه شمسی انتخاب کردن که جمع نامو 365 روز و 6 ساعت و 43 دقیقه می شود. مقصد که خیام وقتی میگه از دنیا گذشت، خیال میکرد که خیلی عالی ما بدان درگاه چروی آورده بوده است، مگر دعوای دانش کرده بوده است. کنون چنگش جهلی خود عیانش، عرق میریزد از تشویر جانش. اکنون او فهمید که سوادی نداشته دیگه، ای شرم و خجالت هم میگه در آب عرق گومای. و حضرت شرم میده، میگه بران در حلقه چند 7 آسمان زد، زیدانش لاف آنجا کی توان زد. این پروردگاره که تا عرش از آسمان 7 حلقت زدگی های 7 قلب زدگی های میشود که یک انسان در پیش قدرت پروردگار از علم دانشی اندکی خودش فخر کنه و فخر فروشی کنه. این را ببینه مردم این همین چیزا را میدونن. افسوس و صد افسوس که امروز هم در بین با ماتریالیستا بیدین، اتئیستا بیدین، نعوذ بالله، که حتی هستی خدا را انکار میکنن. اینشتین میگفت که نауک بیز ریلیگی خرمایت. همین علم، هر علمی که باشه اگر که مبتنی بر دین نباشه، او لنگای، او شلای، او پاش چوبی های، پای اصلی نداره. سبحان الله. بیچاره عربی اگه جو میدونیست که زمین در گرد آفتاب از سرعت 18,000 کیلومتر ساعت چرخ میزنه. اگه جو میدونیست که آفتاب با تمام سیستمش در گرد کهکشان با سرعت 720,000 کیلومتر در ساعت چرخ میزنه.
این چیزا را دیگه میدونیست تو بیچاره نمیدونیست. همین فقط سرش همه برداشت یا آسمان پرستیتورا را بدید گفت که پروردگاره که همه آسمان پرستیتورا را به یگان اساس پایه خلق کرده است. این پروردگار لایق عبادت است. ایام عربی باید عبرت بگیریم. این را ببینه گفت که زمین را کی خلق کرده است. وقتی حضرت گفت الله، گفت من به همون اللهی که به همون معبودی که زمین خلق کرده است ایمان آوردم. بیچاره عربی غیر همون حجازش شاید مجدش یگان جای دیگر را دیدگی نبود. او نمیدونست که این زمین قدر وسیع این 6 کوره داره و در هر کورش مردم هر خیله مذکور هستند، زبانای هر خیله این چیزا را نمیدونید. کجا میدونید؟ از برای خدا گیوگرافیا میخونیم، همه خاک بالا را میدونیم. حالی را ایمانامو میلنگه. گفت همون پروردگاره که در بالای زمین همه کوههای بدوهیما را نصب کرده است. انسان یک خونه را به یک عذاب میکنه، خداوند این کوههای بدوهیما را نصب کرده است. من به همون ایمان آوردم. بیچاره عربی چی میدونه که آخه این کوه میخوای زمینند. امروز ما میدونیم او همون بالا را دیده است. همه کوه اگر به شرطی که بلندش 1 کیلومتر باشه 6 کیلومتر دیگهش در زیر خاک است. از 7 یک حصهش فقط در بالا است. 6 حصه دیگهش در زیر زمین است. حکمت آفریدنش هم چی است؟ حقیقتا میخوای والجبال اوتادا، به خاطر آن که در یک جا اگر زمین جنبشید کوره زمین زیر زبر نشود. اگر همین قطار کوه نباشند خدای نکرده در یک جا زلزله شود زمین جنبی شود، از همون جای زمین جنبیده آخری همون کوره زیادتر خراب میشود. یک خیمچک در دست و بقپیران تا بجنبونه ای پیشی دست دیده آخری خیمچک زیادترک میجنبه. همه قطار کوهایی که بریده میگذارن زمینه همین سبب مانعی یعنی مقصد همون زمین لرزه میشوند که هم یک موضع دمی جنبه و دیگر جوره خدای تعالی به واسطه همین کوه حفظ میکنه. بیچاره عربی اینا نمیدونیست. بدبخت هستن همون ماتریالیستایی که همین چیزا میدونن و ایمان نمیارن به الله ذوالجلال. سبحان الله. و جعل فیها المنافع، زمینی که این قدر نعمت داره میگه بر صاحب این زمین، بر آفرنده این زمین ایمان آوردن واجبه. چی میخورد بیچاره؟ شیری شتر رو بیچاره اشکمر میخوردن، سوسمار. اگه شترک شو اگر کسل میشید میکشتن میخوردنش. دیگه هیچ چیزی نداشتن، شاید خرما میخریدن میخوردن. کوی نوش نعمت ها در او عصر زمان. این نعمت هایی که در بالای دسترخوان ما و شما هستید از برای خدا پیش پیغمبر دیتری نبود. پادشاه های همون زمان همین چیزا را نداشتن. در چیله تابستان میوه تر تازه را ببینه. ای باشد در دوره سویتی هم تری در سه تو بیومد که در چیله زمستان قدر میوه تر تازه بگیری بخری. و همین نعمت ها را دیده و وقتی صاحب نعمت شکرگزاری نکنی چه جوان مردید میمونه. با همون خدایی که گفت آسمان ها و زمین خلق کرده است، با همون خدایی که کوه ها را در روی زمین نصب کرده است، با همون خدایی که این قدر نوش نعمت در دنیا خلق کرده است، من ایمان آوردم و با پیامبرش که بر حق خداوند متعال با پیامبری مبعوثش کرده است ایمان آوردم. خدا کنه که ما و شما را همونطوری صدق داشته باشیم، ایمان داشته باشیم. این را ببینیم یک اعضای بدن خطا ببینیم. این نعمتی که پروردگار در ما گذاشته است واقعی لازم نیست که درون و بیرون نگاه کنی. یک خطا تماشا کن. یک ما در افغانستان خدمت کردیم. یک بچه رفیق ما همون سال 86 بود. ماشینای همین کرولای 90 در SSR اگه جا بود و خیام فقط ماشینای سویتسکی بود. نه. در افغانستان ماشین کرولای 90 در نزد وزارت کارهای خارجیش مال یاپونیا گفت آفرین بر یاپونیا. آفرین بر یاپونیا. به خدا قسم. این ماشین بینه، این کارا بینه. بعد گفتم آخه خدا جانی ترا مست کنه که خطایا برده آینه تماشا کن. نمیگوی آفرین بر الله. این ماشین تو فرش کلوچه نکنی گریه نمیشود. و چشمای ترابی مل تمام دنیا را سکاپیروات کرده است. تو گاز شناج قینا میروا. یک خونه سوخته آخه تو اختیار داده است خودت با پود میرای
تو بنزینش نریزی حرکت نمیکنه، تو خودت گرفته خورده استی، غذای داخلی هم خودت تامین کرده استی. آفرین بر الله نمیگوی؟ این پروردگاری بزرگ حکمت نعمتاش ببین. در زیر زبان تو یزیشنی ژلزه را مونده است. وقتی خروک هم میبینی دهنت آب میبروره. حتی اگر همین نام یگون میوه را بگیرن، اگر در پیشت گشنه باشی دهنت آب میبروره، الکی تیار شده استی که همه بوده همون چیزا خوردی، خاک در گلوت نروه، گلوت نگیره نبری. آفرین بر الله نمیگوی؟ دندانای کرسی را پهمه کرده است که خویده بشه و به حضور. دندانای پیشه گرفته است تیزه کرده است که بگزی بکنی. اگر همین را نعبرات میکرد حالا چی میشی؟ مگر هم لوامون میدروندیم. ها الان جلقت میکردیم رنگ هم بچونم مسافدوی که یا دندانک ده همیشه دوران یا نولا را میگم بکنم همی لغت میکنم همیشو مجبور بودی که این طرف بری و بعد به پیش بخویی. آخه به هم پروردگاری که همین نعمت ها را داده است رحمت نگیم، شکرگزاری نکنیم. سبحان الله. سبحان الله. حضرت حکیم سنایی غزنوی میگه در نگر تا که آفری تو را، از برای چی برگزی تو را، خاک بودی تو را مکرم کرد، زان پست جلوه دو عالم کرد. یک بار اندیشه که کی خلق کرده است، برای چی کاری بزرگ و مهم در روی زمین وضعت کرده است. از یک مشتی خاک پدری تو را خلق کرده. الله عزوجلال اینقدر اکرامت بخشیده است، تو اینقدر مکرمه، اینقدر عزت داری. به نظر از همه لطیفتری، به صفت از همه شریفتری، خوبتر از تو نقشبندی ازل، هیچ نقشی نبست در اول. از همه انسان زیباتر در کائنات هیچی نیسته. افسوس صد افسوس که کوری خدا بینای مردمیم، همه چیزا را نمیبینیم. یا تلفونک هم میبینیم هشمو میروم، واه ایرا کی خواب کی کرده باشه این قبضی. یا بارم پنجکوی دستان نگه که بچه ها تا قچاق بگی یک شکل صورت چه نگه که از برای خدا نمیگوی که شکرانه نعمتی او منعیمه که این هم بچه ها که بزی بخشتر رو در داخل نطفه آبی منی من هم خیلی تصویر کرده است، نقش نگارش کرده است. سبحان الله. اگر اندیشه کردیم با قدر نعمت پروردگار ایشون میرسیم، منعم حقیقی را میشناسیم. اینا شعباز جانی دادن ما را ببینید، خداوند به این سین سال رسونده استش. همین شرایط امکانی زنگیری را براش داد است، نمیداد زن نمیگیرید. ولی ما یک سلامه داریم در همون دهما، آدم خوب به خدمتگار همه طرفه بوده، میگه خدای تعالی که همین چی کمبودیش داده است، ای چی گذشته زن نمیگیرم، پیشش بیارم که ای بچه این ایفته باید بگی نمیگیرم. اگر همین نعمت خدا نتد میمونی آخی، همین نعمتی امکانیتی همون زن گرفته و با زنک معامله کردن، اگر نتد چکو میکنی؟ سرت در سنگ بزن نمیشه آخی. همین را شکرگزاری کردن در کار بچه ها. اگر کردیم انشالله خداوند از این بیشتر از جوتر میده. سبحان. صحابه پیغمبر حقیقتا همین شکرگزاری نعمت الله بودن. قصه جلیبی با من چند بار کردم، شاید شما شنیدگی هم هستید. مرد خدا وقتی که زن میگیره، آدم کمبغل خشاک یتیم کلان شدگی، خسرش هم دید وقتی که حالش بد است، هیچ جا نداره، خانه دامادش گرفت، در حولی خودش جاش تیار کرد. همین وقت در آمد عروسی نازنین ندید، خانه و در دید، دیلش همین خیلی گم میزد که گو اول شکرانه نعمت خدا را کنم. در نماز استاد که در رکعت نمازی شکر بخونم، چنان غرقه عبادت شد که در همین در رکعت نماز صبح دمید. اگه در مدینه منوره پیش از دمیدن صبح یا اذان بود، مردم هم میخیزوندن که بخیزه نماز تهجد بخونه. حضرت بلال اذان گفت، یک بازی خسر رو میخیزه، خطی خسر رو روبرو میزنیم، خانه داماد با ایزو میکشه که کم کمک خجالت هسته، آزاد با گریخ برومد بره. روز دیگر با بعدی خفتن آمد، همه میبینه وقتی نعمتی پروردگار اول خدا را شکر گزاری کنم. در نماز مثل او مردم پیش نماز اتومات وری نمیخوندن، نگی خواب نماز وقتی که در نماز میخوندن همه خوشیات در نماز که میشتودن، همه خوشیاتشو به الله بداخی، پرابلم های حیاتشون در درون نماز حل نمیکردن.
با 2 رکعت نماز یک وقت آواز اذان حضرت بلال میشنوه. اینا میده وای به حال با این نماز خونیامون با این رفتار و کردارمون در یک مسجد از پیش بسته شدن مسجد و یک چند سال پیش یک امام نماز میخونه نماز شام سلام میده که بعضیو از کفو میگن حضرت 2 رکعت خوندی شما میگه 3 تا خوندم مردم 2 گروه جدا شد یک رزمور دورن یک گروهش که 2 تا خونده است یک گروهش 3 تا خونده یک توجیر هم کفو داده است میگه حضرت انیق 2 رکعت دکان دارم عادتا در همین نماز شام در هر رکعتش یک دکان ما ریویزیا میکنم همون 2 تاش اسپیت کردیم انیق 2 تا خونده در نماز دکان تا ریویزیا کنی اون چی دیگه برکت داره و از کجا کفارت گناه میشه میبینه حضرت در 2 رکعت نماز صبح میشی با وقتی اذان شنید گفت که یکی خطی خسته رو بارون بزنم خیست اومد مسجد روز دیگر زیاد خسرش نزد حضرت صلی الله علیه و سلم اومد که یا رسول الله گفت من امیر دختر دادنی نبودم شما گفتیم اگر شما را در زمین نموندم او ایش زنگیر نبود چی اومد اگر دعوب دغدغه کرد اینا 2 روز گذشته است ولی دستی دختر قپیدگی نیسته خطی دختر صحبت کردگی نیسته بعضا صداش که یکون درداری گفت نه حضرت اینجا او چی باگانه عروسی نوزنین خطیش صحبت نمیکنی گفت میخوام که همی شکرگزاری نعمت خدا را کنم خودم نمیفهمم چی قصد میشه گفت خانه آباد نمازی شکر تا پیش خفته بخون خفته را که خوندی برای پیش کورد شد اینا ببینه یه بچه این خیلی مردای خدا بودن از ما از کجا خداوند تمام شرایط امکانات براش فراهم آورده است هم خوابگی میکنن غسل میکنن همون به همون غسل کردگی اقلا نمی 2 رکعت نماز بخونن نماز شکر از خدای بزرگ طلب فرزند خوب صالح کنن او چی دردی داره بگی نمیده با خشمو نمیتن تمام شرایط محیا همه امکانات محیا 2 رکعت نماز در نظر مردم که بر این میتونه ما همی کورا بکنی شهباز جو نماز ترک نکن به قدر این نعمت پروردگار برست شکر گوی تا نعمتت افزون شود ورنگویی از کفت بیرون شود حضرت خداوندی تأکید کرده است لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم این عذابی لشدید خداوند توی تا مبارک بگردونه پروردگار برای خاندان یک دخترک صالحه را وارد سازه بود خداوند برای شهباز جان و زوجش یک محبت و احترامی همدیگه را برپا بسازه و خداوند در خدمت پدر و مادر و راسخ و استوارشان بداره و پروردگار بزرگ با غیرت همتشان بده که در بدل این نعمت‌های پروردگار شکرگزاری نعمت الله ترک نکنند بزرگترین شکرگزاری همین که این همی شبای درازی مقصد که زمستان دا ای خواب خستی تنبلی نکن بخی نمازک تا بخون غیرت داری زن تا بیدار کن قطعی نماز بخونه بگذنک خطرا نماز شب بخون به کسا دعا میکنیم که پروردگار فرزند خوب بوده حضرت امتوش تأکید کرده است بعدی که میگه رحم الله امرأ قام من اللیل فصلى و ایقظ امرأته رحمت خدا بر مردی بود که شب خواب میخیزه طهارت میکنه نماز میخونه و زنش بیدار میکنه فاین ابت نزح فی وجهها الماء اگر ما بود همون زنک سرکشی کرده ایبو کرد که مرده غم نته روز زیاد کار کردم میاره در یک پیوله آب در روش میشپه آبی خنه کرد بیدارش میکنه بگردم بتری مردک کاره انا میخیل مردک شیدم در کاره انشالله هم تری مردک شدی خداوند شیر بچت میده شیر میشه واقعی پروردگار این محفل نورانی و خیر مبارک بگردونه خداوند برادرایی را که در این مجلس خیر شرکت دارند و همه خیلی روزای سعادت و خوشبختی و روزی توی نکاحی فرزندا و نوه‌هاشون برسونه و خداوند به خاطر احیای سنت حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم فیض و برکات از این منزل از این محفل از این محله و دیار منقطع نگردونه ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا